اینا خیلی پارک داریم هیچ کم نیست دلت چی خواست دسته؟ دل من چوچه خواست دسته چوجا؟ یا رفتیم خیلی اینا خیلی چوجا رو هم خوردیم در دوری ماشینیم در گیر در اطراف هیچ کم نیست انا که دلت چی خواست دسته؟ گفتم کو دلم چوچه خواست دسته ای با فکرم در ماشین ایزا کش دسته یگان را گذار میبینه گفته به یگان بلندی برامش که هیچ کنه باشه اینا یک جای بلندترین داوردم ایجاده وابشه تماما آدم تا او نمیخوره هیچ کنیست خلاص انا که بگو حاضی دلت چی خواست دسته؟ آخه گفتم تام کو دلم چوچه خواست دسته ات بیزار کدی دقتی نشید پیش درو رفتیم من میدونم تو چیکار کنه پیش درو ترا نشید چوگا ایرا بگی اگه غور پرتوشه بروا چدت کنه چدت کنه چدت مدد گفتنی ای میرا چی میگفته ای قواق چوجا نی موچا میگفته ای به نباروش ای شوگا بیست نباروش ما بیزار شدم میفهمی بیزار شدم دیگه نمیفورم قیدت بدم اونجا میدونی دیلم خنک شده نه آدابی سخن داری نه آدابی رفتار داری میدونی چی من قیدت بدن دیگه نمیخوام نمیتونم مطرح گرفتم تو رو من گرفته واپشه نمیتونم دیلم در تو موندگه که دیگه ابسولوت نمیفوریم اصلا ما هر روز ویران میکنی هر روز ویران میکنی من نوا بخیرم آرامشین نمیخیرم و پا ما سرم ویران اوی تو مرا آرام قرار نمیتونه بخیرم آرامشین اوا هی ما ترا نمیگیرم گفتم من گپ یک تا تمام ما و تو دیگه جدا میشیم ما ترا ناو گپای بزرگ گفتم چی با ما گپ پورا گفتم آرامشین های گپای گفتگیم پشیمون شدیسم ما را بخش ما یکی سرم ویران شد ما بازی فکر کردم بهتر زندگی کردن نمیتونم زندگی ما بهتر تصور کردن نتونستم باز به ما مغازین میدرم میبرم یا مینوت بشی یا باریا بخشش برای گپای سختی گفتگیم زنی ما بشی no.